اول این برنامه در ماه مبارک رمضان پخش شد توسط استاد شیخ فضل الحق سلیمانی. این برنامه آماده شده و تفسیری از واقعا جالب و برای اولین بار به این شکل قرآن کریم به زبان فارسی تفسیر میشه. امیدواریم که این برنامه رو دیده باشید و به یاری الله سبحانه و تعالی همچنان این برنامه ادامه خواهد داشت. حداقل هفته یک قسمت بعد از این انشاءالله پخش خواهد شد. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آن روی سکه و در این برنامه انشاءالله این برنامه را اختصاص میدیم به شما عزیزان، به تماس‌های شما عزیزان، چه از طریق واتساپ و چه از طریق شماره تماس مستقیم برنامه میتوانید زنگ بزنید و در برنامه شرکت بکنید و در برنامه امروز موضوعات مختلفی رو انشاءالله میتونید صحبت بکنید. در موردش موضوع خاصی تعیین نکردیم در برنامه امشب و به یاری الله سبحانه و تعالی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. همونطوری که میدانید و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما یکی از صفات یهود رو بیان میکنه که عهد شکنی است و همیشه عهد و پیمانشان رو میشکستن. حتی با پیامبران الهی عهد میبستن و بعد از اون این عهد و پیمان رو میشکستن. الله متعال در سوره نساء بیان میکند که فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، به خاطر پیمان شکنیشان، به خاطر عهد شکنیشان و به خاطری که به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران الهی رو به ناحق می‌کشتند، الله سبحانه و تعالی اینها رو، قلب‌های اینها رو مهر میزنه و اینها رو به عذاب دردناک در دنیا و آخرت گرفتار میکنه. اگر شما تاریخ بنی اسرائیل رو ببینید، بعد از وقایعی که با موسی علیه السلام داشتن، بعد از هر معجزه‌ای، بعد از هر نجاتی که الله سبحانه و تعالی اینها را از دست فرعون نجات داد، از دست قوم ستمگر و ظالمی که بر اینها ظلم میکرد نجات داد، اما اینها به جایی که شکر الله سبحانه و تعالی را ادا بکنن، به جای اینکه عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بدهند، هر روز یک بهانه‌ای میجستن. مدتی رو به گوساله پرستی آوردن، بعد از اون فسق و فجور و ظلم و سرپیچی از اوامر الله سبحانه و تعالی که همه اینها سبب شد که الله سبحانه و تعالی بر اینها ذلت و خواری را در دنیا اجرا بکنه. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید ضربت علیهم الذلة والمسکنه، بر اینها ذلت و بدبختی و بیچارگی بر اینها در نهاد اینها و در وجود اینها قرار داده شده. به خاطر چی؟ به خاطر پیمان شکنیشون، به خاطر کفرشون، به خاطر ظلمشون، به خاطر سرپیچی از اوامر الله سبحانه و تعالی. از اون زمان که اینها به نعمت‌های الهی کفر ورزیدن تا امروز می‌بینیم که اینها هیچ وطنی ندارند، هیچ سرزمینی که بتونن در اونجا آرام زندگی بکنن ندارن. در طول تاریخ می‌بینید که در هر جایی که بودن، به خاطر اخلاقشون، به خاطر طبیعتشون، به خاطر عهد شکنی و پیمان شکنیشون، به خاطر ظلم و ستمشون، به خاطر نافرمانیشون مورد قهر و غضب الهی قرار گرفتن و همیشه با اقوام و با ملت‌های گوناگون اینا درگیر بودن. با آلمان ها مثلا در زمان هیتلر می‌بینیم، قبل از اون، بعد از اون و تا امروز اینا یک سرزمینی که در اونجا آرام بگیرن و استقرار داشته باشن ندارن. حدود 100 سال میشه که در سرزمین فلسطین مستقر شدن، ساکن شدن، اونجا رو اشغال کردن و برای خودشون قوی ترین دولت رو از نگاه نظامی و از نگاه تکنولوژی در اونجا
درست کردن، اما یک روزی هم اینها آرامش نداشتن. همیشه در ترس، در دلهره، در جنگ سپری کردن و سببش هم همین ظلم و ستمی است که اینها بر ملت‌های دیگر روا می‌دارن و جز اعتقاداتشان این است که اینها به اصطلاح فرزندان الله سبحانه و تعالی هستند و علیاذ بالله و خودشون رو نزدیکان و فرزندان پروردگار میدانن، خودشون رو قوم برتر میدانن و میگن که اصل انسان‌های واقعی ما هستیم و غیر از ما همه بشر برای خدمت به یهود آفریده شدند. بعد از آتشبسی که در اوایل ماه رمضان رخ داد و مدتی آرامش نسبتاً در نوار غزه و مناطق اشغالی که حدود بیش از 1.5 سال در اونجا جنگ به شدت جریان داشت و ده‌ها هزار نفر از زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطینی در اونجا قتل عام شدن، همه امیدوار بودن که این آتشبس و این وضعیت ادامه پیدا بکنه که ناگهان دیدیم که باز دوباره طبق عادت همیشگی که الله سبحانه و تعالی جز صفات اینها بیان میکند عهد و پیمان خودشون رو شکستن و دوباره جنگ رو به راه انداختن و در این روزها شاهد هستیم که به وسیله بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی، بمب‌ها و موشک‌هایی که حتی در جنگ بین کشورها یعنی رسما و طبق قوانین بین الملل ممنوع هست، در یک منطقه کوچک در نوار غزه مورد استفاده قرار میگیره. دیدیم صحنه‌هایی از قتل عام و کشتار و سوزاندن زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی رو و متاسفانه جهان اسلام و حکام خودفروخته آن و مسلمانانی که هیچ حول و قوه‌ای ندارند فقط شاهد این صحنه‌های ظلم و ستم هستند و حتی شاید خیلی از مسلمان‌ها امروز جرأت تقبیح کردن این جنایات رو هم نداشته باشند. و این جهانی که دم از حقوق بشر و آزادی بیان میزند، همین الان اگر ما و شما در این برنامه یک کلیپ چند ثانیه‌ای از جنایت‌های صهیونیست‌ها رو در غزه پخش بکنیم، هم کانال رو میبندن و هم صفحاتی که این برنامه داره پخش میشه رو میبندن. این است آزادی بیان و حقوق بشر دروغینی که بیش از 100 سال مردم رو با این شعارهای دروغین فریب دادن. اما این کشتار و این جنایت هایی که انجام میدن در اونجا نشان دهنده زبونی، بدبختی و بیچارگی این هست. دیروز در مورد این جنایت ها و کشتاری که صورت میگیره صحبت میکردیم. در جایی تعداد مسلمانانی که در انقلاب مردم الجزایر به شهادت رسیدن بیش از 1.5 میلیون نفر بود. تعداد کودکان و مردم غیر نظامی که در طول 10 سال در سوریه به دست نظام جنایتکار ولی فقیه و سربازان جنایتکار زینبیون و فاطمیون و آشغالیونی که در اونجا بودن به صدها هزار مرتبه بیشتر از تعداد کشته های مردم فلسطین بود. در طول 20 سال کشته هایی که در افغانستان دادن مردم بیچاره و بی‌دفاع افغانستان، روستاهایی رو کاملا نابود کردن که هیچ اثری از اون روستاها تا امروز وجود ندارد. اما فرق اینجاست که امروز در غزه شاید دوربین هایی هست، خبرنگارانی هستند، مردمی هستند که این جنایت ها و این وقایع رو منعکس می کنن. اما در اونجا شاید در سوریه، در افغانستان، در عراق، در الجزایر، در خیلی از کشورهای، در کشمیر، در چچن، در داغستان،
جنایت هایی صورت گرفت که نه فیلمی از اون پخش شد، نه تصاویری بجز تصاویر اندکی که بعضی از خبرنگاران پخش کردند. یا در بوسنیا اگر به یاد داشته باشید در دهه 90 وقتی که سرب ها و کروات های جنایتکار مسلمانان را قتل عام کردند در سربرنیتسا، در شهری که در اختیار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود، شهری که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اومده بودن گفته بودن امنیت این شهر رو ما گرفتیم و همه مردان مسلحی که از مسلمان ها بودن در این شهر همه رو بیرون کردن، گفتن شما نباشید، این شهر دست ماست. در یکی از شبهای زمستان در نیمه‌های شب راه‌ها رو باز کردن برای جنایتکاران وحشی سربی و کرواتی و این شهر رو کاملا مردمش رو قتل عام کردن. شما تصور کنید در طی چند روز به 10,000 زن مسلمان در اونجا تجاوز صورت گرفت. اما نه حقوق بشری بود، نه سازمان مللی بود، نه حقوق انسانی بود، نه کسی پرسید که جنایتکار کی است، چرا این کار رو کردن. حتی بعضی از مردم مسلمان سربرنیتسا میگن که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در حالی که بطری‌های شراب در دستشون بود و مست بودن راه رو باز کرده بودن برای جنایتکاران سربی که مردم را قتل عام بکنن. این وضعیت کفار است، این وضعیت دشمنان اسلام است که هیچ عهد و پیمان و رحم و مروتی در مقابل کسی که مسلمان باشه ندارند. با حیوانات حقوق حیوانات رو دارند. با خودشون یک نفر از اونها اگر دماغش خون بشه حاضر هستن یک کشوری رو به خاک و خون بکشن. اما وقتی که نوبت مسلمان ها میرسه نه حقوق انسانی است، نه مواثیق و عهد و پیمان بین المللی است، نه سازمان مللی است، هیچ گونه نه حقوق بشری است، نه آزادی بیانی است. شما امروز به عنوان یک مسلمان بخواید یک صحنه ای از جنایت‌های صهیونیست‌ها رو در فیسبوک، در توییتر، در یوتیوب یا در صفحات اجتماعی پخش بکنید، تحذیر میدن و صفحه شما رو میبندن. اما اگر کوچکترین ضرری به یکی از اونها برسه، راست و دروغ همه دنیا رو پر میکنن که بله اینجا حقوق بشر زیر پا شده. این وضعیت مسلمانان فلسطین است که بعد از بیش از 1.5 سال همچنان در خاک و خون غلتیدند و کشته میشن و سوزانده میشن. چند روز قبل یکی از فکر کنم وزیر دفاع صهیونیست‌ها بود که گفت ما یک دانه گندم را اجازه نمیدهیم که به فلسطین یا به غزه وارد بشود. و بدبختی در اینجاست که این همه کشورهای اسلامی و این همه ارتش‌های اسلامی که کشورهای همسایه‌ای که هستند، از هیچ کدام از اینها صدا در نمی آید و توقعی هم از اینها نمی رود. چرا؟ اینها همه مزدورانی هستند که توسط همین استعمارگران یهود و نصارا بر کشورهای اسلامی حاکم شدند. الله سبحانه و تعالی شر اینها را از سر امت اسلامی دور بکنه تا مسلمانان بتوانند به مجد و عظمت و قدرت سابقه خودشون برگردن. همچنین شاهد هستیم که خاصا در هفته گذشته خیلی از مناطق در سوریه به شدت از طرف صهیونیست‌ها بمباران میشه و این بیانگر این است که تا الان یک محافظ و یک نگهبانی به نام بشار اسد و پشتیبانی رژیم جنایتکار ولایت فقیه در این منطقه وجود داشت که امنیت اسرائیل رو گرفته بودند و اسرائیل از اونها هیچ احساس خطری نمی کرد. اما بعد از اینکه فرزندان واقعی این سرزمین حاکم شدند در سوریه، اکنون احساس خطر کرده و میبینیم که بعضی از مناطق نظامی رو، بعضی از مراکز علمی رو، حتی مناطق غیر نظامی رو بمباران و موشکباران میکنن. و این نشون میده که دشمنی آمریکا و دشمنی اسرائیل
با اهل سنت است، با مسلمانان واقعی است و طی روزهای آینده شاهد خواهید بود که ایران با همین اسرائیل و با همین آمریکا سر میز مذاکره خواهد نشست و حتی خبرهایی میگه که مکان مذاکره هم در عمان، در کشور سلطنتی عمان در حوزه خلیج در اینجا تعیین شده و به خاطر بقای خودشون حاضر هستن که همه رو فدا بکنن. حزب الله رو فدا کردن، بشار اسد رو فدا کردن، حوثی ها رو هم خواهند فروخت و برای اونها هیچ کس مهم نیست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بیننده گرامی بفرمایید. آقای استاد انصاری، سوال من اینه که جناب آقای استاد انصاری درباره این شخصیت رائفی پور میشه توضیح کوچیکی بدیم که این شخص چه کسی است و یک احمق بی سواد، یک احمق بی سواد، یک احمق بی سواد. این شخص جوانای افغانستانی رو زیاد فریب داده. والا من خیلی از کلیپ ها و دروغاشو پخش کردم، یعنی اگر که انسانی بخواد امروز فریب امثال رائفی پور رو بخوره دیگه باید به حالش گریست. دوستان عزیز اگر برنامه ها و کلیپ هایی رو باشه، بله کلیپ ها و برنامه‌ای اگر از این شخص رو دارن برای ما بفرستن، ان شاءالله در مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر، دست شما در میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. یک سوال داشتم. اول که تشکر از برنامه خوبتان و مطالبی را که امیال بیان کردی. یک سوال خیلی کوچیک داشتم، اگر وقت داشتی بعد اگر برنامه‌تان البته جای طرف دیگه نبود رو جواب بدید درباره روایت ابن عباس که در کتاب درالمنصور است درباره آیه 37 از 37 سوره بقره که حضرت آدم که میگه خداوند میگه حضرت آدم کلماتی را از خداوند به حضرت آدم کلماتی را آموخت. بعد از زیر دی آیه نوشته، از همین روایت نوشته شده که این کلمات هم اسم محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه بود. بعد گفتم اگه یک توضیح کوچیکی بدین آیه روایت درست است درست نیست. البته از عقل و شعور و فهم و منطق خودم و خیلی انسانای دیگه فهمون چیزی درست نیست، ولی به هر حال بازم شما اگه یک توضیح کوچیک بدین خیلی ممنون میشم. باشه چشم. خیلی ممنون. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. در مورد کلماتی که اینها ادعا میکنن که در قرآن کریم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه در آیه 37 سوره بقره میگن که از ابن عباس روایت است که در مورد این کلمات پرسیده شد. میگه که ایشون فرمودن که سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین ان یتوب علیه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حق محمد و علی و فاطمه، آدم علیه السلام به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از الله سبحانه و تعالی خواست که توبه اون رو قبول بکنه. اولا همطوری که برادر عزیزمون فرمودن این یک واقعا یک حرف احمقانه هست که شیعیان این رو ساختن و این رو بیان میکنن. ببینید آمدن بعضی از مطالب در کتب به معنی این نیست که این روایت صحیح هست و ما اون رو قبول داریم.
مثلا من قبلا هم ذکر کردم خدمت عزیزان، باز هم این رو بیان می کنم که شما وقتی که میخواید با یک شیعه بحث بکنید، با یک بحث بکنید، خیلی دقت بکنید به مصادری که اینها ذکر میکنن. مثلا اگر به یاد داشته باشید ما کلیپ هایی که از قزوینی به نام سلسله دروغ‌های قزوینی پخش میکردیم، میگفت که بله ذهبی در کتاب لسان المیزانش ذکر کرده است. الان عموم جوانان اهل سنت ذهبی رو میشناسن. ذهبی یکی از امام شمس الدین ذهبی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. حرف ایشون برای اهل سنت حجت است و در کتاب لسان المیزانش هم این مطلب رو ذکر کرده. بعد میگن که ابن الجوزی در کتاب الموضوعاتش این رو ذکر کرده. ابن الجوزی یک از علمای معتبر اهل سنت است، حرفش برای اهل سنت حجت است، در کتاب الموضوعاتش هم ذکر کرده. فکر میکنن که بله واقعا این مطالب وجود داره در کتب اهل سنت. لسان المیزان کتابی است که شرح حال راویان دروغگو، کذاب، راویانی که حدیث می ساختن رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و برای اینکه بیاد اینها رو معرفی بکنه نمونه از دروغ‌های اینها رو هم آورده. مثل همین روایت رو که امام ابوالفرج ابن الجوزی در کتاب الموضوعاتش این رو آورده که این یک حدیث موضوع و ساختگی است که وقتی که آدم علیه السلام میخواست توبه بکنه فتلقی آدم من ربه کلمات، این کلمات همین به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین بود. یک راوی که این روایت رو ساخته رو در این کتاب شرح حالش رو بیان میکنه و یکی از دروغ‌هایی رو که آورده در اونجا نشون میده. پس این در کتب اهل سنت وقتی مثل این روایت ها ذکر میشه در باب بیان دروغ یک راوی و یا شبهه‌ای که روافض یا دشمنان اسلام بیان میکنن ذکر میشه و مورد بررسی قرار میگیره. پس اینها هیچ گونه دلیلی نمیتونه برای اونها بشه که بیان امامت و اصطلاح اینا رو ثابت بکنن. بعدش نکته جالب این است که شیعیان به خاطر اثبات دین و مذهبشون همیشه به دنبال کتاب‌های دروغ، کتاب‌های ساخته، کتاب‌های که موضوعات و روایت‌های ساختگی در اونجا جمع شده است، یا به دنبال افرادی میرن که افراد دروغگو، مکار، حیله‌گر و دشمنان دین و میخوان از اونجا ثابت بکنن. این روایت دروغی است. ابن الجوزی در موضوعات جلد 1 صفحه 316 ذکر میکنه. دارالقطنی اینم در موضوعات ذکر میکنه. در کتاب تنزیع الشریعه جلد 1 صفحه 413 در خود همین مصدری رو که دوست عزیزمون ذکر کردن که سیوطی است در الدر المنصور ذکر میکنه جلد 1 صفحه 147 و اما حکم به اصطلاح ساخته بودن و دروغ بودن این روایت میده در کتاب اللعل المصنوعه جلد 1 صفحه 44. همچنین در تنزیع الشریعه جلد 1 صفحه 395 و همچنین در لسان المیزان از امام ذهبی و در المنتقا صفحه 459 این مطلب در اونجا ذکر شده. دوستان عزیز می توانند به این مصادر رجوع بکنن و این مطالب رو در اونجا
ببینن. تشکر میکنم از شما عزیزان. بیننده عزیز سلام علیکم. بله. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام سر، خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشید. تشکر، زنده باشین. ما شمس هستم از کابل به تماس شدم. شمس برادر عزیز بفرمایید. سلامت باشین استاد محترم. فقط به این زنگ زدیم که از شما تشکری بکنیم بابت زحمات، اخلاص، تلاش‌های شما به خاطر راهنمایی و هدایت مردم. سلامت باشید. و این اخلاص شما انشالله بدون نتیجه نمیمانه. امیدوار هستم که کسایی که گپایتان هم میشنون، زحمتایتان هم میبینه که شما چقدر ملک و مسافری زحمت میکشین، تلاش میکنین و پروردگاری زحمات شما را در قلوب کسایی بندازه که از دین سوء استفاده میکنن و در لباس علمای دینی متاسفانه مردم فریب میدن و جوانا را، استعدادایی که واقعیت امت اسلامی به اون نیاز داره او را در راه گمراهی به مصرف میرسانن. پروردگار زحمات شما را قبول بکنه و اونا را هدایت نصیب بکنه. با عزت بشین. سلامت باشین. تشکر از شما. الله متعال فسن کنه. تشکر از شما برادر است. بیننده عزیز سلام علیکم. بفرمایید. بیننده عزیز از افغانستان بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. میشنوم برادر عزیز بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. صدای ما رو فقط از طریق گوشی تلفن بشنوید، چون صدا رو از طریق تلویزیون شما با چند ثانیه تأخیر میشنوید. به خاطر همین فکر میکنید که ما صدای شما رو نداریم، مثل این برادر عزیزمون. بیننده عزیز سلام علیکم. بفرمایید. سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز. جورسین بخیر نوتوز محترم. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشین استاد محترم. یک سوال داشتم. بفرمایید. لطفاً. یک مجاهد به نام مجاهد میای از ما یک کدام درمی یا پولی یک کدام چیزی را از ما میستونه، میگه من برای جهاد مصرف میکنم، باز ایره میگیره رای شخصی خود مصرف میکنم. ما چی کنم؟ ویزی پس گرفته میتونیم یا نه؟ ببینید برادر عزیز، یک انسان مسلمان باید وقتی که پولش رو در یک راه خرج میکنه باید بدانه که به کی میده، در چه راهی خرج میکنه. یعنی شما در مقابل مالی که به یک نفر میدید مسئول هستید. متوجه شدید؟ درست استاد محترم. خب غیر دیدیم که این برای جهاد و برابر بود، اما نمیدانستیم که در باطن چه رقمه. دیگه علما پرسان کردم، میگن شما خود اما ای که مصرف کردین خب ثواب میشه، اما او خود حالا فرق کرده دیگه، درست نقد خونه بود، گناهی شد به قیامت شما پس پرداخت میگن. درست. ببینید شما به اندازه نیتتون اجر و پاداشتون رو میگیرید، اما این دلیل نمیشه که انسان پولش رو به هر کس و ناکس بده. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 5 به ما یک درسی رو میده، میگه که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال خودتون رو شما به انسانهای نادان و سفیه و کم خرد ندید. یعنی چه کس نادانتر و کم خردتر از کسی است که پول از شخصی میگیره به خاطر به نام جهاد،
اما میبره در یک راه دیگر خرج میکنه. درست استاد محترم. یک سوال دیگه هم داشتم. یک نمازی بود از همین تیک تاک ما دانلود کرده بودم، میگفت که در روز پنجشنبه ایره بخونین رکعت اول 11 مرتبه قل هو شریف، در رکعت دوم 21 مرتبه، در رکعت سوم 31 مرتبه، در رکعت چهارم 41 مرتبه. نه این از خرافات و ساختگی های مردم است. همچین نمازی وجود ندارد در اسلام. صحیح درست استاد محترم. زنده و صحتمند باشین. وقت شما رو دیگه نگیرم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر است. جمشید دوست عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو سلام علیکم. سلامت باشید برادر عزیز بفرمایید. ببخشید استاد محترم، یک سوال داشتم. یک دوست ما هست یک سوال فکر را آشفته کرده، اما با معذرت که من این سوال از شما میکنم. میگه که شما همین تنویل مالی برنامه از کجا؟ تمویل مالی برنامه، شما فکر میکنید الان مثلا یک برنامه‌ای که یک شخصی در یوتیوب داشته باشه چقدر خرج دارد؟ استاد محترم اولا ذکر کنم من کلا میفهمم که تمویل مالی شما اشخاص خیر و اشخاص نیکی کنه، ولی دوستم نه الحمدلله. ببینید برادر عزیز، کسانی که من را نزدیک میشناسن، من قبل از اینکه در رسانه ظاهر بشم مشغول تجارت بودم و هنوز هم مشغول تجارت هستم. من قبل از اینکه اولین برنامه تلویزیونی رو اجرا بکنم در وصال حق، من 4 تا مغازه داشتم، رستوران داشتم. یعنی ببینید من این رو به خاطر فخر فروشی نمیخوام بگم، اما به این خاطر این رو ذکر میکنم که یک دعوتگر باید غنی باشد. یک دعوتگر باید دستش به طرف مردم دراز نباشد. شما در طول مثلا 15 سالی که من برنامه داشتم گاهی دیدید که من از طریق تلویزیون از کسی درخواست کمک کرده باشم؟ من اولا فکر کردم استاد. بله. بس اصلا نیوم. من میخواستم زنگ بزنم می دوستم آقوان شه. درست. چون من خیلی خود نه سوال خوبی است. باید مردم بدانن. بله. این شبکه‌ای که از طرف آمریکا گلیچ حمایت میشه. نه باید مردم بدانن. بالعکس من با شما موافق هستم. باید مردم بدانن. ببینید ما زمانی که حتی در شبکه وصال حق وجود داشت، من بارها ذکر کردم هیچ کشوری به شمول عربستان سعودی که مردم فکر می‌کردن که به اصطلاح پشتوانه مالی شبکه وصال حق از طرف عربستان سعودی است، الله متعال شاهد است که $1 هم به شبکه وصال کمک نکردن، نه به وصال عربی، نه به وصال فارسی، نه به هیچ یک از این شبکه‌ها. حتی من یعنی میتونم قسم بخورم که هیچ دولتی به شبکه نور، به شبکه کلمه، به شبکه وصال، به اینها کمک مالی نکرده. همین که بگذارن این شبکه ها در کشورهای اونا فعالیت بکنن، این ما خدا رو 1000 بار شکر میکنیم. به خاطر همین یکی از ویژگی های برنامه ما این بوده که هیچ وقت به نفع سیاست فلان و علان صحبت نکردیم. الان اگر من پشتوانه مالی از عربستان سعودی داشته باشم، از امارات داشته باشم، از یک کشور عربی داشته باشم، از مصر داشته باشم، از آمریکا داشته باشم، از انگلیس داشته باشم، آیا می توانم بر علیه اسرائیل صحبت بکنم و از ملت فلسطین دفاع بکنم؟ یعنی ما بیش از 80 برنامه در مورد فلسطین در این 1.5 سال گذشته رفتیم. اگر یکی از این کشورهایی که امروز متاسفانه در کنار صهیونیست‌ها قرار گرفتن و شما نمیتوانید در رسانه‌های اونها از ملت فلسطین دفاع بکنید، اگر اونها به ما کمک میکردن میگذاشتن که ما بر علیه اسرائیل صحبت بکنیم، بر علیه آمریکا صحبت بکنیم؟ ما در وصال حق. بله سلامت باشید. خواهش میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال احسان کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. امام مسجد، دعوتگری، عالمی که
دستش به طرف مردم دراز بود مجبور است به تب دل مردم گپ بزند. بعضی از دعوتگران رو میبینید که حاضر هستن قرآن رو، سنت و حدیث و احکام دین رو، همه چیز رو زیر پا بگذارن. به خاطر چی؟ به خاطر که بیبی فلانی و آقای فلانی از آمریکا و اروپا به اونها کمک میکنن و اونها مجبور هستن که به تب دل اونها صحبت بکنن. موسیقی هم حلال است، سگم در خانه بیار حلال است، عکسم در خانه بیار حلال است، فردا فتوا میدن که شرابم بخور حلال است، هر غلطی که میخوای بکن حلال است، هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون اشخاصی و تیپی از جامعه به اینها کمک میکنن که همچین فتاوایی رو دوست دارن، همچین حرفایی رو دوست دارن. به خاطر همین نمیتوانن حرف حق رو بزنن. نه اینکه نمیتوانن حرف حق رو بزنن، تا به حدی که میان باطل رو حق جلوه میدن و حق رو باطل جلوه میدن. چرا؟ چون که هر آن کس نان دهد فرمان دهد. شما در همین برنامه آن روزی که شاهد بودید که ما بر علیه انقلابی که بر ضد مرسی در الله متعال رحمتش بکنه در مصر شد برنامه گذاشتیم، از رابعه پخش زنده داشتیم. اگر ما طبق سیاست های کشورها کار میکردیم های این کار رو میتونستیم انجام بدیم؟ در مورد بحرین، در مورد یمن، در مورد فلسطین، در مورد سوریه، اولین شبکه تلویزیونی که برنامه زنده درباره سوریه گذاشت تلویزیون وصال بود. به خاطر چی؟ به خاطر که تابع سیاست هیچ کشوری نبودیم. هیچ گروهی، هیچ کشوری، هیچ مؤسسه‌ای برای ما خط مشی و سیاست تعیین نمی‌کرد. حرف حق رو در هر وضعیتی، در هر حالتی گفتیم و حتی به خاطر گفتن حق شبکه وصال تعطیل شد. گفتن یا طبق سیاست‌های ما کار بکنید، هر غلطی که ما میکنیم شما حق جلوه بدید یا که میبندیم. بستیم. این بهتر است که انسان بیاد در یک کانال یوتیوب حرف حق رو بزنه تا اینکه بره با امکانات آنچنانی در یک شبکه تلویزیونی در کنار باطل قرار بگیره، حرف باطل رو تایید بکنه. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خوبی؟ الحمدلله. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. وقتی 4 تا شبکه صحبت کردی میگی دفاع از فلسطین، ای مرد، ای چی بگم، برو از حوثی‌ها حرف بزن، برو از حزب الله حرف بزن، ای نامرد نمک به حرام، برو از شیر دریای سرخ حرف بزن. 4 تا شبکه انجام دادی، خودت حزب داشتی، مرد، تو ناموس نداری. شما تربیت داری؟ اخلاق داری؟ قطع کرد رفت. کجاست این شیر غران حزب اللهتون؟ کجاست؟ فروخته شد. فروختنش در مقابل یک برنامه اتمی ایران. حزب اللهتون رو فروخت، چون از اولم نوکر بودن. از اولم نوکر بودن. در طول 40 سال حزب الله فقط امنیت مرز شمال اسرائیل رو گرفته بود که اهل سنت برای جهاد وارد نشن. واقعا تعجب میکنم امروز این دیوس های ولایت فقیه اینا فکر میکنن که اینها در مقابل اسرائیل وایستادن، در مقابل آمریکا وایستادن. بابا در مقابل آمریکا اگر در افغانستان جهاد کرد شیرمردای سنی بود. در مقابل آمریکا اگر در لبنان جهاد کردن اهل سنت بودن. در مقابل آمریکا و اسرائیل و شما دین فروش ها اگر جهاد کردن در سوریه اهل سنت بودن. در عراق کسانی که در مقابل آمریکا جهاد کردن اهل سنت بودن. شما دیوس ها که با سیستانیتون عراق رو فروختید در مقابل 200 میلیون دلار. دونالد رامسفلد در کتابش میگه 200 میلیون دلار دادیم به سیستانی، فتوا داد که بر علیه آمریکایی‌ها نجنگید.
در کجا شما در مقابل اسرائیل و در مقابل آمریکا قرار گرفتید؟ الان امروز در غزه مگر جوانان اهل سنت نیستن که در مقابل اسرائیل دارن شهید میشن، جهاد میکنن؟ شمایید؟ یک شیعه رو نشون بده در غزه، یک شیعه رو نشون بده در غزه که در اونجا به خاطر اسلام، به خاطر جنگ با اسرائیل و با آمریکا کشته شده باشه. و اینایی هم که این حزب‌الله‌ای هم که در لبنان به درک واصل شدن، اینا رو ایران فروخت، قربانشون کرد، قربانی. به خاطر چی؟ به خاطر منافع خودش. و همین حوثی‌ها هم داره قربانی میکنه. و اگر فردا با آمریکا و اسرائیل سر یک میز ننشستن، بعد ببینم که شما دیوس ها میاد چی کار میکنید. حرف حق رو جرأتشو دارید که بگید یا نه؟ در طول 40 سال از این نظام کثیف آخوندی، یک روز اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل اینا جنگیدن؟ نه، غیر از شعار دادن، غیر از ملت‌های اسلامی رو، ملت‌های غافل رو اینها قربانی کردن به خاطر منافع خودشون. عقل که در بدن نباشد میگن جان در حذاب است، حکایت شما هست. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری، ببخشید من پیشتر هم زنگ زده بودم. عبدالله هستم از آلمان. بفرمایید عبدالله جان. اما حرفای بیننده رو همی که جسارت کرده دوزد، بعد من الان یه همی که اصلا ولشون کنید، اینا تربیت خانوادگیشون رو به نمایش میگذارن برادر عزیز. بله اون که 100% است. فقط یه چی میگن، همی سرچ کوچیک در گوگل زدم خلافت فاطمیان، آل بویه و صفویان. ارسیشان خلافت هایی بودن و پادشاه هایی بودن که همیشان شیعه بودن. بله. فقط جواب ای آقا را گفتم، بذار خیلی کوچیک بودم، البته اگر جزارت نکنم. تمام این امپراتوریا فقط اگر برین تاریخشان بخوانی، خلافت فاطمیان که در مصر بود فقط برای ایجاد شد که حکومت عباسیان را ضعیف کنه، که آخر هم حکومت عباسیان 530 ساله به خاطر فاطمیان از بین رفت. خلافت آل بویه و صفویان هم فقط به خاطر امپراتوری عثمانی جور شد، که امپراتوری عثمانی که سنی مذهب بودن و اقتدار اسلام بودن تا اسپانیا و اندلس و ایتالیا را گرفته بودن، فقط به خاطر آل بویه و صفویان از بین رفتن. یعنی خدمتی که شیعیان به اسلام کردین، گفتم بذار به بیننده بگیم، حتما داره فکر کنم گوش میکنه، خلایی خدمتی است که شیعیان به اسلام کردین. حالا هم که این اوسیا و نمیفهمی حزب الله یا فقط به خاطر یا به اسلام نمیجنگن، یا فقط به خاطر همین موجودیت خودشان میجنگن. وگرنه اگر یا به اسلام میجنگیدن، زمانی که در سوریه 10 سال جنگ بود، 11 سال جنگ بود، یک سربازای حزب الله و فاطمیون و زینبیون تانستن اونجا برن جهاد کنن، ولی چی تو یک دانه سرباز از یا داخل اسرائیل نتانست شده. دقیقاً. فقط گفتم امیر جسارت هم باشه در تکمیل حرفای شما، گفتم کامل باشید. البته خو یا دینشان نمی، دین فوش و تهمت است که آدم نمیتونه کاری بکنه دیگه، یا کلا اصلا آخوندا و نمیفهم معمما و عالمای از زیاد دین اصلا نمیفهمن چیه، نماز نمیفهمن چیه، روزه نمیگیرن، هیچ کار نمیکنن، فقط دنبال هم میستن که یکی رو زنگ بزنن و دو بزنن و فرار کنن دیگه، کاری از یا بر نمیاد. دقیقاً این اخلاقشان است دیگه، از شیعه نباید بیشتر از این توقع داشت. تشکر از شما برادر عزیز. خواهش میکنم، موفق باشی، خداحافظ. زنده باشید. الان چند روز بعد میبینیم در مسقط در عمان سر میز مذاکره میشینید، همه دین و ناموس و شرف و حیثیت و مقاومت و حوثی‌ها رو که فروختن، حزب الله رو قبلا فروختن، بشار هم فروختن. ببینید چند روز بعد اگر در مسقط همین ایرانیان ننشستن سر میز مذاکره، همه اینها رو نفروختن، همه رو امضا نکردن، بعد بیایید تو این برنامه هر چی دوست داشتید به من بگید.
فقط 2 روز صبر بکنید. در مسقط پایتخت عمان محل مذاکره اسرائیلی ها و آمریکایی ها و دولت ایران. متاسفانه خیلی هنوزم فریب اینها رو میخورن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام استاد. بفرمایید. صدا میاد؟ بله. استاد میخواستم، حالا درست وقتش گذشته ولی میخواستم عید فطر رو به شما تبریک بگم و آرزوی قبولی نماز روزه برای شما دارم. خیلی خوشحالیم که شما دوباره برنامه گذاشتید. فقط من ببخشید با عرض معذرت یه انتقادی داشتم. این در طول ماه رمضان من خیلی منتظر برنامه شما بودم ولی متاسفانه خبری نشد. یعنی تو یوتیوب چشم به زنگوله بودم ولی بازم خبری نشد. من یعنی اگر شما خاطرتون باشه در طول این 12 سالی که من برنامه آن روسکه رو اجرا کردم، در ماه رمضان برنامه آن روسکه نیست. چرا؟ چون میدونید که در ماه مبارک ماه روزه است، ماه عبادت است. انسان‌های کثیف مثل این رافضی که چند روز قبل تماس گرفته بود، مثل این انسان‌ها زنگ میزنن کلا این فضای به اصطلاح رمضانی رو آلوده میکنن. به خاطر همین در ماه رمضان برنامه آن روسکه نیست. برنامه دیگر مثلا در رمضان امسال برنامه تفسیر قرآن کریم داشتیم، روزانه پخش میشد. آها شرمنده، من نمیدونستم. من زنده باشید. سلامت باشید. خیلی شرمنده. خواهش میکنم. زنده باشید. برنامه‌های استاد ملازاده رو میبینم، نمیدونم میشناسین یا نه. بله. ایشون هم متاسفانه از شانس من ایشون هم تو ماه رمضان برنامه نداشتن. یه خورده ناراحت شدم ولی ببخشید من نمیدونستم ماه رمضان شما برنامه ندارید. زنده باشید. سلامت باشید برادر عزیز. الله مطالعه ستون کنه. سلامت باشید. از شما تشکر کنم. سلامت باشید. استاد میخواستم از اینجا از شما تشکر کنم که بازم برنامه گذاشتید. یالله در اون دنیا اجر همسفرگی با پیامبر رو داشته باشید. آمین. آمین. و شما همچنین. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. زنده و سلامت باشید. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. بیننده عزیز بفرمایید. بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. آقای هاشمی بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. خوب هستید؟ سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. هاشمی هستم از کردستان. بفرمایید. در رابطه با این یکی از بیننده‌های محترم که گفتن خلاصه شبهاتی هست که گویا شبکه شما از خلاصه طرف آمریکا و انگلیس و اینا تغذیه میشه. واقعا همین امروز یک کلیپی برام فرستاده بودن که همچین چیزی گفته بودن. الحمدلله جوابشو دادیم ولی از اینکه توضیح دادید خیلی متشکرم. دوست دارم همین توضیحاتی که شما دادید برام بفرستید که خلاصه تو کانالامون تو شبکه‌مون بذاریم که بدون شبکه اهل سنت خلاصه تو هیچ کشوری حمایت نمیشه الا اینکه مردم خلاصه بفرستن براشون یا درست حمایت‌های مردمی باشه. درست. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. متشکرم. اگه تونستید همین کلیپ امشب یا برای امشب برامون بفرستین یا که بذارید. چشم. ان شاء الله در یوتیوب میگذارن دوستان. در یوتیوب میگذارن ان شاء الله دوستان. بعد یه درخواست دیگه هم داریم کلیپای در مورد غزه هم بیشتر بذارید که مظلومن واقعا. جز شبکه شما و شبکه خلاصه نور متأسفانه شبکه کلمه که خیلی کمتر بهش بررسی میکنه. درست. خلاصه کلیپا رو شما بیشتر بذارید. چشم. حتما ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز. متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. دوستان عزیز همین سفر رو اگر که همین قسمتش رو نشون بدن، محمد جواد ظریف مشاور رئیس جمهور ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت جای خوشحالی دارد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مسئولیت مذاکره هسته‌ای با آمریکاست و همچنان ابراز امیدواری کرد که اگر تیم آمریکا هم با همین اراده
و با احترام به حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره شوند، حرکت در مسیر درستی خواهد بود. ظریف درباره مذاکره بین دو طرف نوشته است: ایران انتخاب درست را انجام داده است. یعنی چی؟ یعنی حزب الله رو فدا کن، حوثی‌ها رو فدا کن. اصلا اونا احمق بودن که به شما باور کرده بودن. اصلا نصرالله بیچاره بدبخت مادر مرده در روزهای آخر فهمیده بود که مثل اون دبیر کل اول حزب الله فهمیده، صبحی توفیلی فهمیده بود که فروخته شده، میخواست یک سری حرکت هایی انجام بده که مستقیما آدرسش دادن به صهیونیست‌ها، گفتن بزنید. اینها همشون فروخته شدن. بشار اسد رو فروخت، حسن نصرالله رو فروخت، حالا حوثی‌ها هم فروخته، الان هم میرن در سر میز مذاکره میشینن. همه این ایادی که ایران داشت تا پایان سال 2025 یکی از این عناصری که ایران در مناطق مختلف دنیا سالها قتل و کشتار و آشوب به نام مقاومت و به نام مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را انداخته بود که غیر از ملت‌های بیچاره و بدبخت کسی دیگری ضرر اینها را ندید، ببینید که یکی از اینها نمیمونه. بعد چی میگه؟ اکنون نوبت ایالات متحده است که در این آزمون سرنوشت ساز ساختن آینده‌ای بهتر برای منطقه و جهان مشارکت کند. من تعجبم که هنوز هم یک عده انسان‌های احمق، جاهل، نادان، حتی از اهل سنت، حتی از علما و دعوتگران فکر میکنن که این حکومت یک جمهوری اسلامی است که به نفع اسلام و مسلمان‌ها داره فعالیت میکنه. همه رو میفروشن، همه رو، هیچ کس مستثنا نخواهد بود. ترامپ حالا دیگه تاجر از تاجر میگه چقدر میخوای، چی میخوای، در مقابلش چی میدی. این آخوندا میفروشن همه رو، هیچ چیزی هم براشون مهم نیست. والله از اهل بیت و دین و مذهب و اسلام و قرآن و همه چیز رو. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه آقای انصاری؟ سلامت باشید، زنده باشید. من سوال راجع به غزه دارم خدمت شما بزرگوار. بفرمایید. خواستم ببینم که این جهادی که اهالی غزه کردن بر علیه اسرائیل سال گذشته، با وجود توان این بزرگوارا که خب همه میدونن در مقابل اسرائیل کاری از پیش نمی بردن، شما این فعالیت، این جهادی که این آقایون کردن رو تایید میکنید؟ با این بضاعت چه مالی چه نظامی چه از همه نظر در مقابل یه قدرتی مثل اسرائیل، آیا این کار شما تایید میکنید از نظر یک دعوتگر اسلامی؟ ببینید برادر عزیز، شما خودتونم میدونید حتی رسانه‌های اسرائیلی هم این رو تایید کردن که اگر حملات 7 اکتبر سال 2024 صورت نمی گرفت، اسرائیل آمادگی داشت که همچین یک جنگ بزرگی رو به راه بیاندازد. شما که دیگه طبیعتا این رو باید شنیده باشید. اسرائیل چی به راه بیاندازد بزرگوار؟ خب میخواست این منطقه رو پاکسازی بکنه، میخواست نوار غزه رو از دست حماس بگیره. اینو از کجا شما همه رسانه ها، همه تلویزیون ها، کانال ها، محللین سیاسی، نظامی، همه اینو گفتن. یعنی چیز پنهانی نبوده، این برنامه اسرائیل بوده. وانگهی شما یک فرد مسلمان هستی و بسیار من عقاید شما رو خیلی من علاقه دارم، ولی این حرفی که شما میزنید یه گمان زنیه، نهایتش گمان زنی بوده. من که اصلا همین چیزی رو نشنیدم. شما اگر خبر مبصری دارید اگر بفرمایید الان بذارید رو آنتمون ببینیم کی چنین صحبتی کرده بوده که اسرائیل قراره که حمله کنه، غزه رو پاکسازی کنه و اینا پیش دستی کردن. این شما بفرمایید از کجا میگید اینو؟ چشم، من اینو براتون میارم. خب الان کمی من فرصت بدید که من اینو پیدا بکنم، چون من تعجب میکنم که شما چرا اینو نشنیدید.
وانگهی من هرگز نشنیدم. وانگهی شما در یک منطقه ای رو در موردش دارید صحبت میکنید که اسمش هست نوار غزه. شما با نوار غزه آشنایی دارید از نگاه جغرافی؟ بله جغرافی که بله دیگه. خب اگه نداشتیم در شمال و جنوب، بله در شمال و جنوب و شرق نوار غزه کی است؟ شمالش که خب لبنان، جنوبش که مصره، در نه. شرقش هم که خب اسرائیله. نه، شمال و جنوب و شرقش اسرائیله، همش دست اسرائیله. نه دیگه شمال غزه بله درون اسرائیل درسته، شمالش هم اسرائیل. همش دست، حتی اون قسمت مرزی که در رفح با مصر داره دست اسرائیله. درست است یا نه؟ بله. این ورش هم که دریا هست، بحر است که دیگه اونم دست اسرائیله. درست؟ بله. ما داریم از یک منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که حدود بعد از آزادی نوار غزه از خروج سربازان اسرائیلی تقریبا از حدود 15-16 سال به این طرف، این منطقه در محاصره اسرائیل بوده. هیچ چیزی وارد غزه نمیشد الا به اجازه اسرائیل، هیچ چیزی هم از غزه خارج نمیشد الا به اجازه اسرائیل. عملا غزه تبدیل شده بود به یک زندان بزرگ برای مردم غزه. درست است یا نه؟ درسته بله اینا درسته بله. خب الان شما مثلا خودتون رو تصور بکنید در یک زندانی باشید، 1 سال نه، 2 سال نه، 10 سال نه، 15 سال، 16 سال در یک زندانی که نمیتونید خارج بشید، نمیتونید هیچ کاری بکنید. الان شما مثلا به خاطر نجات خودتون داد بزنید، از هر وسیله‌ای برای شکستن این محاصره استفاده بکنید. آیا یک نفری بیاد شما رو بگه که شما کار بدی انجام دادید ناراحت نمیشید؟ نه ببینید آقای انصاری، این حرف شما از نظر اخلاقی کاملا درسته، از نظر حقوقی کاملا درسته، اما ببینید آیا این عزیزانی که این کار رو کردن، اولا که هیچ مسلمانی در دنیا نیستش که اسرائیل رو تایید بکنه مگه اینکه بعد خود فروختایی باشه، این از این. و چه شیعه چه سنی اهالی غزه رو دوست دارن. حالا من خودم در جامعه شیعه هستم ولی احساس میکنم حتی شیعیان ایران هم به غزه به نوعی دیگه نگاه میکنن تا اهل سنت. حالا وارد مسئله نمیشم، اما این کسانی که این کارو پارسال انجام دادن ولو اینکه حقم با اینها بوده، کاملا حق با اینها، کام مثال شما در مورد زندان دارن، واقعا زندانه، واقعا حقارت و سرشکستگی، واقعا سخته، اما وقتی که زور اینها نمیرسه بر علیه این دشمن متاسفانه قدرتمند، آیا کسی بود که پیش بینی نکنه که کار اینها به اینجا خواهد کشید؟ ببینید اون روز اولی که اینها این کار رو انجام دادن، متاسفانه سران غزه اومدن توی قطر نماز شکر به جا آوردن، ایران هم بارها پخش کرد. خب آیا این نماز شکر اینها، من که 1000 بار دورتر از اون ماجرا هستم، تصور همچین روزایی رو میکردم. خب چرا اینها این کار رو انجام دادن؟ برادر ما که نمیگیم حق با اسرائیل، که حق با اینهاست، اما تا جایی که تو قدرت نداری در یک ابرقدرتی بیستی، کارت به اینجا میرسه که الان بحث بر اینه که کلشون از این کشور اخراج کنن، که امیدوارم این اتفاق نیفته. خب اینو قبلا هم این کارو ببین برادر عزیز، قبلا هم در سال 1946 هم این حرف رو زدن که غزه رو باید کلا خالی بکنیم، هر کسی که در غزه زندگی میکنه از اینجا باید اخراج بشه، اما نشد. بله. ببینید انشالله نمیشه. منتها یک مسئله هست. بله معیار انصاری عزیز، بفرمایید. مقاومت امر اینها به امروز افتاده که تمام متاسفانه فرمانده هاشون کشته شدن، کشور کلا ویرانه و متاسفانه و با کمال تأسف میبینی که هیچ کشور اسلامی هم پشت اینها در نیومد. ببینید این خیلی فاجعه است که هیچ کشور اسلامی محکم پشت اینا در نیامد که اسرائیل احساس خطر بکنه. وقتی که چنین پشتوانه سست اینها داشتن، چرا این کار را انجام دادن؟ من اینو میخوام بدونم. شما فرد بسیار فاضلی هستی و واقعا من برنامه‌های شما رو پیگیری میکنم، استفاده میکنم، با وجودی که شیعه هستم، البته شیعه موحد هستم به لطف خدا. دوست دارم شما یه توضیح بدید، ما لااقل من بدونم که این چه توجیهی پشت این کار بسیار نادرست بوده، به چه نتیجه اینها رسیدن من نمیدونم.
این آوتپوت این کار چی بوده، چی محصل اینها شد، من نمیدونم واقعا. از نظر صادقانه منصفانه نمیدونم چی گیره اینا اومد. ببینید برادر عزیز، این که شما شیعه موحد هستید، برادر مؤمن ما هستید و ما تقیه که نداریم، میدونید. یعنی اگر شما با این توحید و با این عقیدتون از این دنیا برید، آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی شما رو با پیامبر و با اهل بیت و با اصحابش محشور بکنه. ممنونم. درود بر شما. سلامت باشید. ببینید، معیار شکست و پیروزی در نزد مسلمان ها و انسان های آزاده، تنها مسلمان ها نه، انسان های آزاده، تعداد کشته ها، خراب شدن شهرها و اینها نیست. شما در جنگ های آزادی، مثلا در ویتنام، در کمبودجا، مثلا در خیلی از کشورهای غیر اسلامی میبینید که صدها هزار نفر کشته میشن، شهرها خراب میشن، اما اون ملت در نهایت پیروز میشه. امروز اگر غزه خراب میشه، اگر 50 60 70 هزار نفر کشته میشن، هر انسانی که حتی مسلمان هم نباشه، انسان باشه، ناراحت میشه از این. اما این بهای آزادی است. این بهایی است که انسان برای آزادی و زندگی شرافتمندانه میپردازه. مثلا شما در طول همین 2 سالی که تقریباً 1.5 سال بیشتری که گذشت از قضیه غزه، تا حالا یکی از ساکنین غزه رو دیدید که از حماس شکایت کرده باشه، از کسانی که همین حمله 7 اکتبر رو به راه انداختن شکایت کرده باشه؟ آقای انصاری عزیز، بله. من چیزی که خود بنده با تحقیقاتی که من دارم، من اهالی غزه رو اراده و ایمانشون رو آهنین میدونم. یعنی جزء به نظر من تاریخ راجع به اینها خواهد نوشت که چه انسان‌های با ایمانی بودن. این از این. من شک ندارم که انسان‌های همشون مسلمان‌های واقعی راستینی هستن، اصلا این از این. اما برادر، بحث من اینه، اینها با این کاری که کردن دقیقاً مصداق آیه قرآنه که میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه بوده. یعنی اینها هیچی گیرشون نیامد. چرا که پشتوانه خوبی نداشتن. ببینید اگر همین 2 کشور مسلمان خوب مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل کویت، مثل حالا ایران که علی‌ظاهر با اون روالی که خودشون دارن پشت اینها بود که بسیار هم نادرست بود این کارشون، اما اگه 2 کشور خوب پشت اینها بود، مطمئن باشید شما اینا حرکتشون به این نتیجه میرسید. ولی وقتی که هیچی اینا ندارن، آقا این چجوری این کار چه دلیلی داشت؟ خب اگر شما اجازه بدید من این رو آزادی رو من قبول دارم. بله، اگر اجازه بدید اگر اجازه بدید من این صحبتام تموم بشه، به یک نقطه برسیم. ببینید برادر عزیز، شما مثلا الان در ایران هستید یا در هر گوشه از دنیا، من در یک گوشه دیگری، معیارها در نزد هر انسان فرق میکنه. شاید برای اون کسی که امروز مثلا دینش و وطنش و انسانیتش و شرفش و وجدانش رو میفروشه در مقابل پول، میره گوشه‌ای در قصر زندگی میکنه، برای اون زندگی همین است. اما برای اون کسی که میره به خاطر وطنش، به خاطر ایمانش، به خاطر ایدئولوژی که داره جان خودش رو فدا میکنه، عزیزان خودش رو فدا میکنه، اون در یک شاید معیار شرافت و وجدان و انسانیت در نزد او چیز دیگری است. همین آیه‌ای که شما در قرآن کریم ذکر کردید، خیلی از ما مسلمان ها برداشتمون از این آیه برداشت اشتباس برادر عزیز. چون به ما متاسفانه علمای ما، چه شیعه چه سنی، گاهی اوقات قسمتی رو از یک آیه رو آوردن به خاطر فریب جوامع اسلامی، این رو در بین ما نشر کردن، گفتن ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. یعنی چی؟ یعنی نرید جنگ نکنید مادامی که زورتون نمیرسه. بیایید همین آیه رو در قرآن کریم با هم بخونیم، کامل بخونیم. چی میگه الله متعال؟ من یک لحظه اگر اجازه بدید، یک لحظه فقط اجازه بدید، من این رو چون من این صحبت‌های مهمی دارم، می‌خوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم. الله متعال در سوره بقره آیه 194 و 195 می‌فرماید فمن اعتدى علیکم، کسی که بر شما حمله میکنه، کسی که بر شما تجاوز میکنه، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، همان گونه که بر شما تعدی کرد شما هم بر او تعدی بکنید.
واتقوا الله، و از الله بترسید، تقوا پیشه کنید. واعلموا ان الله مع المتقین، که الله با متقیان است. و انفقوا فی سبیل الله، و در راه خدا خرج کنید، در راه جهاد با خدا، در راه جهاد فی سبیل الله، در راه دعوت فی سبیل الله، یعنی در راه الله متعال. و یعنی بزرگترین خرج فی سبیل الله این است که انسان در جهاد فی سبیل الله خرج بکنه. و انفقوا فی سبیل الله. یه چیزی بگم استاد انصاری عزیز، آیه را اجازه بدید تکمیل بشه. من متوجه فرمایش شما هستم. من راجع به آیه یه نکته کوچیک عرض کنم، بعد شما ادامه بدید. ببخشید. بفرمایید. اجازه می‌فرمایید. ببینید فرمودید فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. درسته؟ بله. من یه مثال برای در صدر اسلام بزنم. آیا مسلمانان اسلام رو کفار به شد ابوطالب فرستادن یا نه؟ اگر به مصداق این آیه می‌خواستن عمل کنن، آیا قدرتشو داشتن؟ بله. چجوری قدرتشو داشتن؟ الان من اونم در مورد اونم اگر اجازه بدید صحبت می‌کنم. وقتی که در شعب ابی طالب باشه، در مورد همین آیه شما اجازه ندادید صحبت من منعقد بشه، یک موضوع دیگر رو مطرح کردید. فقط اجازه بدید من در مورد شعب ابی طالب هم در مورد شعب ابی طالب هم صحبت میکنم. و الله متعال میفرماید که دوستان اینجا نگاه بکنن. و انفقوا فی سبیل الله، در راه الله خرج بکنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و خود را با دست خودتان در پرتگاه، در تهلکه نیندازید. همه مفسرین و صحابه و اهل بیت در تفسیر این آیه میگن که کسی که خودش رو به تهلکه میندازه کسی است که در راه الله خرج نمیکنه و جهاد نمیکنه. این نیست که شما از جهاد و جنگ دوری بکنید که من اونجا کشته میشم. میایم رو قضیه شعب ابی طالب. در دوران مکی دوران جهاد نبود، دوران تربیت بود. برای جهاد فی سبیل الله انسانهایی لازم است که تربیت بشن. پیامبر سختی‌های شعب ابی طالب، محاصره اقتصادی و اون همه زجر و شکنجه رو در مکه متحمل شدن به خاطر تربیت یک نسلی که فردا در بدر و احد و حنین و خیبر پایداری بکنن. چون معیار در دین مبین اسلام اکثریت و اقلیت نیست. کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره. چه تعداد از انسانهای اندکی هستند که بر انسانهای زیاد و افزونتر از خودشان پیروز میشن. پیامبر وقتی در جنگ بدر رفتن صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر بودن؟ 313 نفر. کفار 4 برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود تعدادشون. ببینید معیار تربیت است، اخلاق است. امروز در غزه شما میبینید طرف از زیر آوار، از زیر خاک میاد بیرون، میگه که پدرم کشته شده، مادرم کشته شده، نمیدونم برادرم، خواهرم کشته شده، اما ما در کنار مجاهدین هستیم و تا آخرین قطره خونمون از سرزمینمون دفاع میکنیم. این تربیت است. ما در افغانستان دیدیم که مجاهدینی که با روس‌ها جنگیدن، قربانی دادن، بیش از 1.5 میلیون شهید دادن، روزی که روس‌ها رفتن به جان همدیگه افتادن به خاطر قدرت، به خاطر حکومت. در جایی که تربیت نبود اون وضعیت پیش آمد. در جایی که امروز تربیت هست در فلسطین نتیجه رو داریم میبینیم. به خاطر همین برادر عزیز در 1.5 سال گذشته درستش که 10,000 نفر به شهادت رسیدن، غزه خراب شد، اما اگر همین وقایع غزه به وجود نمی اومد، اتفاق نمی افتاد، دروغ بودن حقوق بشر، دروغ بودن آزادی بیان، دروغ بودن نمیدونم حقوق انسان، اینها رو بشریت متوجه می شدن؟ اصلا غربی ها متوجه می شدن که این حکومت های اینها، این سازمان ملل، این سازمان هایی که به نام حقوق بشر سالها مردم رو فریب دادن، اینها دروغی بیش نبوده؟ بله، حرف شما از این نظر درسته آقای انصاری. من که خودم تایید میکنم که حق با غزه است، حق با مردم غزه است و حقوق اینها ضایع شده، شکی نداره. اما عرض بنده اینه، شما در مورد شعب ابی طالب یه فرمایشی رو الان فرمودید که خب من با نظر جناب عالی خب مخالفم، ولی خب احترام میذارم به جناب عالی. فرمایش شماست، نظر شماست، میفرمایید که پیغمبر قدرت داشت مقابله کنه، فعددوا به مثل ما عدد علیکم داشت اما نکرد، چون میخواست یاراش
تربیت بشن. من این فرمایش شما رو به شما قبول نمی کنم، اما در مورد غزه باز هم خدمت شما عرض می کنم به عنوان برادر ایمانی بنده که شما برای تریبون دارید، یه توضیح لااقل قانع کننده‌ای بدید که الان نسبت به اون یک سال و نیم گذشته که این آقایون این کارو کردن، گذشته از این که بله حقوق بشر مشخص شد و دادگاه لاهم اسرائیل رو محکوم کرد، این یکی از نکات مثبتش بود، اما شما دو کف ترازو رو باید نگاه کنید ببینید چی گیره اینا اومد، چه حجم ویرانی و چه آینده مبهمی در انتظار ایناست. من نگرانیم بزرگ بعد از این آینده اینهاست که چی میخواد به چه بلایی بر سر اینها بیاد. آیا اینها رو خدای نکرده میخوان واقعا بفهمه؟ خواهش میکنم ادامه بدید. آیا من منظورم اینه آیا این قدرت‌های جهانی واقعا میخوان این نقشه شومشون رو عملی کنن، اینا رو از این کشور، این که بعد این کشور واقعا همه تمام جهان دید اینا چه ایثاری کردن، چه جوری خون دادن، واقعا اینا رو میخوان بیرون کنن با قدرتی که دارن. این آینده مبهم اینا خیلی به نظر من مهمتر از این کاریه که اینا کردن تا حالا. شما ببینید وقتی با یه میگه در کف شیر نر خونخواره‌ای جز غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، وقتی که در مقابل یک ابرقدرتی قرار گرفتی که کاری از پیش نمیبری، مگر اینکه ببینید من نمیخوام خدای نکرده فکر بد راجع به این آقایون بکنم، چون واقعا انسان‌های با شرافتی هستند، مسلمان‌های راستینی هستند، اما اگر یک قضیه سیاسی پشت این مسئله نبوده، من احساس میکنم این مسئله سیاسی پشت قضیه بود که اینها همچین انتحاری کردن در واقع. و یعنی هیچ عقلی اینو قبول نمیکنه که تو بدون پشتوانه، ببینید زمان صدر اسلام پیغمبر اسلام اگر روز به روز رو به تعالی و پیشرفت رفت، به خاطر اینکه واقعا اولا که هدف اینا اسلامی بود، مقدس بود و خدا پشت اینا بود، خدا حمایت میکرد اینا، چون خدا میخواست این دین رو توسط اینها معرفی کنه و خدا در واقع متضمن این پیروزی اینها بود. ولی این آقایون که این کار کردن برادر واقعا باعث تأسفه که چه اتاق فکری پشت این قضیه بوده که امروز ما باید بر آینده اینها نگران باشیم. خدا میدونه. درست. خب من یک تصویر رو خدمت شما نشون میدم، این رو با هم ببینیم. این صفحه ای است از روزنامه الدستور، روزنامه مال مصر هست. خب دوستان اگر این روزنامه رو نشون بدن، این روزنامه برمیگرده به سال 1948 میلادی. روزنامه مصری هست به نام الدستور. میگه که بدء تفریق قطاع غزه من السکان، شروع خالی کردن نوار غزه از سکانش. میگه اتصالات عربية عاجلة لوقف خطة إسرائيلية ضد 300,000 مواطن عربي في قطاع غزه. میگه که تلاش های کشورهای عربی برای به اصطلاح ایقاف برنامه اسرائیل بر علیه 300,000 شهروند عربی که از غزه قرار است اخراج بشن. ببینید قضیه اخراج این مردم از نوار غزه مال امروز نیست که ترامپ اعلان کرده که انشالله این آرزوش رو با خودش و کابینش و کاخ سفیدش به گور خواهد برد. این در سال 1948 هم همین برنامه رو اعلان کردن، اما غزه ماند و همه اونایی که این برنامه رو داشتن رفتن. من فقط اینو خدمتون عرض کنم برادر عزیز که مردم غزه هم خدایی دارند که مهربان است، که حکیم است، خدایی دارند که قهار است، جبار است. و یقین داشته باشید این خونهایی که ریخته شده و این خانه هایی که خراب شده این بی جواب نخواهد ماند. و این که شما میگید بله شک ندارم. بنده شک ندارم به این مسئله، بنده شک ندارم، ولی برادر عرض من همونی بود که خدمت شما گفتم و دوباره تکرار میکنم، حق با اینهاست
و حق با این هاست و حق با این هاست. اما تا جایی که پیغمبر اسلام قدرت نداشت نجنگید. وقتی که رفت به مدینه انصار باش متحد شدن، یار پیدا کرد، اسلام هم قدری رشد و نمو داشت، اون موقع شروع کردن به جهاد و به هر حال عرض بنده اینه به نظرات شما من احترام میذارم. سلامت باشید برادر عزیز. امیدوارم که همونجور که شما فرمودی خدا که ما میدونیم جباره و خدا که میدونیم رحیمه رحم کنه به این اهالی غزه و آمین. دیگه کشورشون سرزمینشون از اینی که هست دیگه واقعا کوچیک‌تر دیگه نشه. نسبت به همون روزنامه که شما نشون دادی اون موقع غزه ببینید چقدر بوده، به مرور هی کوچیک‌تر شد دیگه. این یعنی اما وعده الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در آخر الزمان از پشت هر سنگی و درختی صدا میاد که ای مسلمان بیا که این یهودی در اینجا پنهان شده است و اینکه پیروزی در آخر نصیب مسلمان است ما هیچ شکی نداریم. این وعده الله و رسولش است. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. از این وقتی که دادیم موفق باشید. خدا نگهدارشون. دوستان عزیز، من یک تماس دیگری میگیرم، بعد از اون ان شاءالله یک میان برنامه‌ای خواهیم داشت، بعد دوباره در خدمت شما عزیزان و بزرگواران با ادامه برنامه خواهیم بود. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. بله استاد محترم. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم. خدا کنه جور سلامت باشی و خدا را هزار بار شکر که بازم حیات به ما بخشید و شما بازم برنامه‌ای تا نمیگیرین جناب استاد. سلامت باشید. الله مطالب ستان کند. استاد عزیز، ما چند وقت پیش براتون یک پیام داده بودم. یه باشه یک موضوعی که به خدمتتان گفته بودم، یک 3 ماه بعد باز من براتون تماس گرفتم. فقط یک موضوعی که بسیار زیاد فرجده وقتا فکر میکنم منتظر بودم که یک دفعه به شما بگم. شما گفتین یک میان برنامه میگیرین استاد، اگر وقت است وقت نیست بفرمایید. نه بفرمایید، شما اگر کوتاه مختصر بفرمایید ان شاء الله بعد از اون من میان برنامه میگیرم. جناب استاد یک چیز بگم براتون. ایمی کسایی که میاین برای ام المؤمنین سے توهین تحقیر میکنن به صحابه کرام، صحابه که دوستا و یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در بدترین روزها در کنار پیغمبر قرار داشت، اینا را توهین میکنه. ما اصلا فکر نمیکنم جناب استاد که در او قلب ها نور ایمان منور بشه. ما مترعدس محسوسات چونی واقعا برای مردم سوریه، برای مردم اهل سنت ایران، برای مردم دیگر کشورها این یک موضوع است که زیاد شنیدن نرمال است، توقع دیگه ازشان نداره. ولی در افغانستان خیلی تعدادشان اندک است، خیلی یک اقلیت هستن اینها و این بر ما خیلی جای تعجب است این حرفا یا دیدا میزنن. فقط حال از شما خواستم بفهمم جناب استاد همیشه خوب کی است؟ ببینید برادر عزیز، ما اگر بخوایم که مثلا بر اساس عملکرد بعضی از سنی هایی که جنایت میکنن، ظلم میکنن، ستم میکنن، دین فروشی میکنن بگیم که پس سنی خوب کی است، در اون صورت هیچ سنی خوبی در جهان وجود نخواهد داشت. بر همین اساس اگر ما بگیم که الان مثلا حالا شاید هم اکثریت، شاید هم یک نظامی امروز در ایران است که متاسفانه سخنگوی اکثریت شیعیان شده است، در حالی که یقین داشته باشید که اکثریت شیعیان نه این نظام را قبول دارن و نه جنایت های اونها را قبول دارن. فباید انسان بله ما باید منصف باشیم. بله بفرمایید. بفرمایید. بسیار بخشش باشه. این رو میفهمم جناب استاد، این موضوع که شما گفتین، این جواب که شما دادین میفهمم. منظور من این بود که شیعه خوب یعنی او شیعه هایی را که ما خوب میگیم آیا اونا حدیث قبول دارن، آیا اونا توهین نمیکنن به صحابه و ام المؤمنین؟ بله من اتفاقا خیلی از شیعیان دوستان نزدیکی از شیعیان دارم که حتی خیلی از روایت ها و مسائلی که در کتب شیعه بر علیه شیعه من در خیلی از برنامه استفاده کردم، رفرنس این روایت ها رو اونها برای من فرستادن.
من آخوندی رو میشناسم که در حوزه علمی قم در اونجا درس میخواند، در کارشناسی ارشد میخواند. همه روایت هایی که در باطل بودن وجود امام زمان خیالی هست رو این شخص تقریبا 34 روایت که روایت های صحیح حساب میشه در اصول کافی، بحث علمی مفصلی رو آماده کرده بود، برای من فرستاد که شما این رو در برنامه بگید. یعنی ما خیلی از شیعیانی داریم که خرافات و خزعبلات رو قبول ندارن. توهین به ام المؤمنین عایشه رو غیری از تعدادی از انسانهای احمق، جاهل، لات، یعنی بی اصل و نسبی که وجود دارن، اینها توهین میکنن. عموم شیعه، یعنی منصفین شیعه، این رو قبول ندارن. من از زبان خیلی اونها شنیدم که میگه به خاطر گل روی رسول الله باید درباره همسرش سکوت کرد. بله جناب استاد. ببین جناب استاد، زن، من کوتاه میگم باز قطع میکنم، زن عزت است، زن من سرمنشای اخلاق است. وقتی که من بیایم سرمنشای اخلاق و هیچ کس نیف پیغمبره که ام المؤمنین، یعنی حیثیت مادر کل ما و شما را داره دیگه، اصلا استاد قابل تحمل نیست. فقط یک چیز به من روشن کنین، من قطع میکنم باز شما جواب بدین. همین شیعیان خوب، آیا اینها بخاری را مسلم قبول دارن؟ همون مقدسات ما را اینا قبول دارن؟ پابند به هستن؟ چشم، در این مورد صحبت میکنم. جواب بدین، معلقت میکنم. باز یک 3 ماه بعد تماس میگیرم و موضوع انشاءالله هر موقعی که دوست داشته باشید در خدمت شما هستم برادر عزیز. سلامت باشید. وقت خوش جناب استاد. سلامت باشید. خداحافظ شما. ببینید، این که مثلا یک شیعه خوب باید حتما بخاری و مسلم رو قبول داشته باشه، این شرط نیست. خیلی از سنیای خوبی هم وجود دارن که بخاری و مسلم رو اصلا نخواندن، نمیفهمن. یعنی فهمیدن همه قرآن حتی شرط نیست که یک مسلمان خوب باید همه قرآن رو بفهمد. آنچه که از فرایض و احکام دین هست انسان عمل بکنه. مثل که یکی از ملحدین در یکی از برنامه‌اش گفته بود که حالا مثلا یک مسلمان چینی، یک مسلمان آمریکایی، یک مسلمان ژاپنی که قرآن رو بلد نیست، این میره به جهنم. کی گفته این رو میره به جهنم؟ شما اصلا قرآن رو نفهم، اصلا قرآن رو نخوان، اصلا قرآن رو بلد نباشی. کافی است که تو موحد باشی، همین احکام دین رو، ارکان دین رو درست به جا بیاری، تو وارد بهشت میشی. لازم نیست که تو حتما باید که کل قرآن رو حفظ باشی یا حتما باید تفسیر کل قرآن رو خوانده باشی. آنچه که از احادیث صحیح و صریح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، کسی که انکار بکنه، چه شیعه باشه چه سنی باشه، کافر است. احادیث ثابت و صحیح پیامبر رو کسی که انکار بکنه، تنها بخاری و مسلم نه، حدیثی که در هر کتابی باشه، کافر است، مسلمان نیست. وانگهی یک چیزی در مورد علم حدیث شیعه که کشف کرده بودیم در برنامه امامان وهابی شیعه، شاید شنیده باشید، این رو ذکر کردیم. خیلی از محدثین شیعه تنها کاری که کردن میدونید چی است؟ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابو داود رو جلوی خودشون گذاشتن، احادیث اهل سنت رو گرفتن، فقط به جای راویان اهل سنت که صحابه بودن، یک راویان ساختگی و جعلی از خودشون درست کردن، این روایت ها رو در کتاباشون آوردن. بس همینقدر. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری. بله بفرمایید برادر عزیز، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من از اهواز زنگ میزنم، تازه زنگ زدم. بفرمایید برادر عزیز اهوازی. محمد. آقای انصاری، این آیه هست تو سوره الزمر. کدوم آیه؟ آیه هست بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لا یحبطن عملک و تکونن من الخاسرین. بله. این چه میشه ترجمه میکنید برای من؟ باشه چشم. دستتون در نکنه آقای. زنده باشید، الله متعالستون کنه. انشاءالله در مورد این آیه هم صحبت میکنیم. برادر عزیزمون در مورد آیه دیگری که صحبت کردن در اونجا،
این در سوره زمر آیه 65 است. این یک از سوره‌ای است که در مورد کسانی که شرک ورزیدن، کسانی که من دون الله را خواستن، مطالب خیلی جالبی دارن. سوره زمر را حتما بخونید از اول تا آخر، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه. من خیلی مختصر در موردش صحبت میکنم. در مورد کسایی که به الله سبحانه و تعالی دروغ میبندند در آیه 60 و یوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. در روز قیامت میبینی کسانی که مثل قزوینی، ابوالقاسمی، یزدانی دروغ میبندن به الله سبحانه و تعالی، چهره‌های اینها سیاه خواهد بود. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. وقتی که بهش میگیم بیا دروغات دفاع بکن، بیا اینا رو جواب بده، بیا معذرت خواهی بکن، تکبر میورزه. الله سبحانه و تعالی میگه الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ یقینا هست. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و کسانی که پرهیزگاری کردن، رستگاری اینها نجاتشان میده، نه رنجی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. بعد از اون چی میاد؟ یکی از اصول اعتقادی رو بیان میکنه، توحید رو بیان میکنه الله سبحانه و تعالی. الله خالق کل شیء. الله خالق کل شیء است. نرید از فلان امامزاده فرزند بخواید، الله خالق فرزند شماست. نرید از فلان قبر و فلان بارگاه فلان چیز رو بخواید، الله خالق شماست. و هو علی کل شیء وکیل. و این الله سبحانه و تعالی است که بر همه چیز نگهبان است. نگید فلان مدد، نگید علی مدد، نگید یا امام رضا، نگید یا مهدی ادرکنا، چون الله هو علی کل شیء وکیل. الله سبحانه و تعالی بر همه چیز وکیل و نگهبان است. بعد از اون میاد صفات الله سبحانه و تعالی رو بیان میکنه که له مقالید السماوات والارض. کلیدهای آسمان ها و زمین در دست کیست؟ در دست ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. کسانی که به آیات الهی کفر ورزیدن، قزوینی، مکارم شیرازی، ابوالقاسمی، یزدانی، روافضی که شرک میورزید، تهمت میزنید به الله سبحانه و تعالی. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. اینایی که کفر میورزن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگن خدایا تنها از تو مدد میجوییم و تنها از تو یاری میجوییم، اما میگن یا علی مدد، امام رضا به ما کمک کن. اینها مگه آیات الهی رو تکذیب نکردن؟ تکذیب فقط این نیست که کسی بگه من قرآن رو قبول ندارم. وقتی که قرآن رو میشنوی، وقتی که قرآن رو میخونی و بهش عمل نمیکنی، این تکذیب آیات الله سبحانه و تعالی. اولئک هم الخاسرون. اینها هستن که اینها زیانکارن، اینا خساره کردن، اینا ضرر کردن، زحمت کشیدن، عبادت کردن، همه چی رو انجام دادن، اما چی شد؟ زیانکار. مثل تاجری که زحمت کشیده، تجارت کرده، مال از شام به تهران، از تهران به اروپا، از آمریکا به آسیا برده، اما در آخر چی کار کرده؟ رأس مالش هم سرمایه‌اش هم از دستش رفته، ضرر هم کرده. این انسان‌ها اینطورین. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو، اینجا به کی میگه؟ به مشرکی میگه. آیا بگو ای نادانان، آیا به من فریاد میدهید که غیر خدا را پرستش کنم؟ قرآن اومده، سنت اومده، رسول الله بیان کرده، علما بیان کردن. امروز مردم رو دعوت میکنن که برید از پیامبر بخواید، از امامان بخواید، از قبور و بارگاه بخواید. در اینجا یک چیزی رو بیان میکنه. واقعا این یکی از آیاتی است که من همیشه وقتی بخونم یعنی به خودم میلرزم که حتی الله سبحانه و تعالی با پیامبرش، با اشرف مخلوقات، سید و سردار اولاد آدم، سید الانبیاء و المرسلین شوخی نداره. در قضیه شرک و توحید الله با هیچ کس شوخی نداره. چی میگه؟ ولقد اوحی الیک، به تو وحی شد ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و الی الذین من قبلک، و بران کسانی، بران پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدن، لئن اشرکت، اگر به فرض محال شرک بیاری، لیحبطن عملک، همه این اعمال نیکی که انجام دادی همه چی میشه؟ تباه میشه. ولتکونن من الخاسرین، و تو هم ای محمد از جمله زیانکاران خواهی بود. الله سبحانه و تعالی در مورد شرک با هیچ کس شوخی نداره. میخواد امام علی باشه، میخواد امام عمر باشه، میخواد ابن تیمیه باشه، میخواد ائمه اربعه باشه، میخواد عیسی و موسی و ابراهیم و یعقوب و اسحاق و 120,000 پیامبر بنی اسرائیل باشه، میخواد اشرف مخلوقات
رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. میگه لئن اشرکت، به فرض محال ای محمد، ای حبیب من، اگر تو هم شرک بورزی، لیحبطن عملک، عمل تو تباه میشه، و لتکونن من الخاسرین، و جمله زیانکاران خواهی بود. بعد در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی چقدر جالب بیان میکنه، بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، بلکه تنها الله را پرستش کن و از جمله شکرگزاران باش. و اینایی که امروز الله را پرستش نمی کنن، از الله نمیخوان، به الله توکل نمی کنن، به سوی گنبد و بارگاه و امام و امامزاده چسبیدن، اینها صفتشون در آیه بعدی بیان میشه، و ما قدر الله حق قدره، اینها الله سبحانه و تعالی را آنچنان که سزاوار ذات اقدس اوست نشناختند. چرا شرک می‌ورزن؟ چون خدا رو نشناختن. چرا به سوی غیر خدا میرن؟ چون پروردگار مهربان رو نشناختن. اگر الله را میشناختن هیچ وقت به سوی غیر الله نمیرفتن. بعد میگه این خدایی که شما اینها رو نشناختن، یکی از صفاتش چی است؟ میخواد بیان بکنه که آنچه که در زمین قبور انبیا، قبور اولیا، آنچه که در آسمان ها از جن و ملائکه و از اینایی که شما میخوانید، عبدالقادر جیلانی و امام اول تا امام 12 و فلان امامزاده و فلان، همه اینهایی که در این دنیا، در این کره زمین هستن، هر چه که من دون الله شما پرستش میکنید، از این 800 تا خدایی که هندوها برای خودشون درست کردن تا این 18,000 خدایی که به نام امامزاده شیعیان در ایران برای خودشون درست کردن، همه اینا در کره زمین هستن یا نیستن؟ الله سبحانه و تعالی چقدر جالب بیان میکنه، و ما قدر الله حق قدره، الله را آنطوری که باید شاید نشناختن، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین در مشت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت خواهد بود. در مشت الله. این زمینی به این بزرگی که شما 5 قاره و این همه وسعت و این همه اقیانوس، همینا در مشت الله سبحانه و تعالی، اون مشتی که لایق ذات اقدس الهی است، نه مانند مشت ما، در مشت الله سبحانه و تعالی خواهد بود. و السماوات مطویات بیمینه، و آسمان ها پیچیده شده در دست الله سبحانه و تعالی. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است، عالی قدر است، بلند مرتبه است این پروردگار از اون چیزایی که شما به او شریک میسازید، به او شرک میپندارید. این آیات بیان میکنه که ای مؤمنین، ای مسلمان ها، ای شیعیان، ای اهل سنت، حرف ابن تیمیه رو بذارید کنار، حرف محمد ابن عبدالوهاب رو بذارید کنار، فلانی گفته، الله سبحانه و تعالی گفته. و این آخوندا با تلبیس و با خیانت، با ترجمه های غلط، با تفسیرهای غلط میخوان شما را از راه الله به دور بکنن. از این واضحتر، از این آشکارتر که الله سبحانه و تعالی در این صفحه ببینید چقدر واضح و صریح و آشکار برای ما بیان میکنه این مطالب رو. بازم کسی بیاد بگه که نه والله چون فلان روایتی است، فلان حدیثی است، فلان مطلبی است در فلان کتاب، من باید برم استغاثه بکنم به قبر فلان ولی، فلان پیر، فلان امام، فلان صحابی، فلان شخص از اهل بیت. الله سبحانه و تعالی به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه حتی تو هم اگر شرک بورزی، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این وعده الله سبحانه و تعالی است، شرک رو نمیبخشه. بکشی خودتو 1000 مرتبه حج بکنی، هر طول سال 70 سال عمر بکنی، طول عمرت روزه باشی، هرچه اموال داراییت در راه خدا خرج بکنی، به الله سبحانه و تعالی شرک بورزی نمیبخشه، چون وعده داده. فردا اومدی خدایا من نماز خوندم، روزه گرفتم، حج کردم، صدقه دادم، زکات دادم، غلط کردی. مگه نگفته بودم در قرآن که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمیبخشه کسی که به الله شریک بیاره، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر اشتباهی انسان در دنیا بکنه، هر گناه کبیره و صغیره مرتکب بشه، الله سبحانه و تعالی امکان داره به رحمت و فضل و کرمش ببخشه، اما شرک رو خودش قول داده که نمیبخشه. حتی پیامبر محبوبش رو اینطوری صریح و شدید مورد خطاب قرار میده، حتی تو ای رسول الله لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین، اگر تو هم ای محمد صلی الله علیه و سلم شرک بورزی، عمل تو برباد میشه و تا جمله زیانکاران خواهی بود. برای بینندگان عزیز و گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. اگر باید داشته باشید، ما قبل از رمضان
در برنامه‌های متعددی حدود 1 ماه 1.5 ماه به کلیپ‌های یکی از ملحدین، شخص مرتدی به نام کاوش، پاسخ دادیم. یک انسان جاهل و احمقی که غیر از دروغ پردازی و تهمت و افترا و فحاشی و توهین حرف دیگری برای گفتن نداره. خلاصه اینا خیلی سر صدا میکردن که بیایید کجا هستید و با ما بحث بکنید و با ما مناظره کنید و از اسلام دفاع بکنید. بعد گفتیم بسم الله، ما حاضریم. هر موضوعی رو که دوست دارید زنگ بزنید، در برنامه زنده آن روی سکه با شما بحث میکنیم. بعد که رمضان شد و برنامه آن روی سکه تعطیل شد، در یکی از شب‌های رمضان ساعت 11-12 شب در برنامه زنده که حالا در تیک تاک داشته، در هر جایی داشته، تماس گرفته که بیایید ببینید من دارم زنگ میزنم، کسی نیست جواب بده. واقعا به حماقت‌های اینها باید خندید. روزی که ما برنامه داشتیم، برنامه زنده، میگفتیم تماس بگیرید، میگفت که من احمق نیستم که زنگ بزنم به برنامه ملا بگم که بیا من فلانی هستم، میخوام با تو بحث بکنم. بعد که زیر فشار افکار عمومی قرار گرفتن به خاطر دروغ‌هایی که میگفت و اینها، خلاصه در یکی از شب‌های رمضان، اونم در شبی که ما برنامه‌ای نداشتیم، تماس گرفتن که آقا ما میخوایم مناظره بکنیم. حالا همون شماره‌ای که تماس گرفته بودن به برنامه، به همون شماره زنگ میزنیم ببینیم که پاسخ میدن یا نه. دوستان عزیز، این شماره‌ای که ازش تماس گرفته بودن، ما داریم بهشون زنگ میزنیم در برنامه زنده که این کاوش ملحد بیاد بحث بکنه، صحبت بکنه، اما جواب نمیدن. این فقط دیده بود که اینا برنامه ندارن در ماه رمضان، بیایید حالا یک تئاتری درست بکنیم، یک درامه‌ای درست بکنیم، زنگ بزنیم بگیم که ببینید اینا جواب نمیدن. و بعد از اون تماس یک عکسی رو هم پخش کرده بودن در متاسفانه جواب نمیده. بار دیگه تماس میگیریم دوستان عزیز. بابا جان، کاوش جان کجایی؟ یعنی خجالت نمیکشی؟ یعنی ما گفتیم که بیا و دفاع کن از این دروغ‌هایی که گفتی، متاسفانه نیستن، چون حرفی برای گفتن ندارن دوستان عزیز. اینها غیر از دروغگویی و فریبکاری حرف دیگری برای گفتن ندارن که مردم رو فریب بدن و جرأت و شهامت این رو هم ندارن که در یک برنامه زنده حاضر بشن. داره زنگ میزنه اما پاسخ نمیده.
به هر صورت خلاصه به هر صورت روزهای سه شنبه از ساعت 7 تا ساعت 9 شب به وقت مکه مکرمه برنامه زنده آن روی سکه هست. اگر اینها شهامت و مردانگی و جرأت دارن بیان تماس بگیرن. و بابا یک انسانی که اسمش دروغ، شخصیتش دروغ، تعلیمش دروغ، تحصیلش دروغ، همه چیزش دروغ، بعد این اومده از اسلام نقد میکنه و از این انسان چه توقعی شما دارید؟ یک چیز خیلی خنده‌داری رو من از این شخص خدمت شما عزیزان نشون بدم. دوستان این کلیپ رو اسم منم کاوش، خودش رو داره معرفی میکنه، دوستان گوش کنید. اسم منم کاوش، خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کمبریج خود روسیه که در شهر سن پترزبورگ است. دیپلم به دست آوردم. یک بار دیگه توجه کنید دوستان چی میگی. اسم منم کاوش، خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کمبریج خود روسیه که در شهر سن پترزبورگ است. دیپلم به دست آوردم. دوستان عزیز، از همین امشب تا سه‌شنبه هفته آینده من یک کار خانگی میدم به همه ملحدین جهان، همه ملحدین جهان، که این کذاب دروغگوی هیله‌گر از دانشگاه کامبریج روسیه در شهر سن پترزبورگ دیپلم گرفته در ماستری. اول فرق بین دیپلم و ماستری رو نمیفهمه. بعد دانشگاه کامبریج روسیه در شهر سن پترزبورگ. هر کس که این دانشگاه رو در روسیه در یکی از در هر گوشه روسیه این دانشگاه رو پیدا کرد، لطفاً آدرسش رو برای من بفرسته. این دانشگاه اولا یک دانشگاه بریتانیایی است. در روسیه حتی شعبه هم ندارد. خیلی سرچ کردیم ما، یک مهد کودک در روسیه به نام کامبریج وجود دارد. مهد کودک یعنی کودک‌های زیر 7 سال رو میبرن اونجا. یک مهد کودک در اونجا وجود دارد. بر صورت دیپلم ماستری خودش را در رشته فیزیک از دانشگاه کامبریج روسیه گرفته است. دوستان اگر که آدرس این دانشگاه رو در یکی از شهرهای روسیه پیدا کردن، غیر از سن پترزبورگ در هر شهر دیگری پیدا کردن، لطفاً برای من بفرستن. باز این میگه که میخواد بحث و مناظره بکنه. آقای عبدالقادر دوست عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. سلام استاد، هسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. استاد در مورد غزه صحبت شد. من در مورد شخصی میگم که اگر در بیابان باشه و از گشنگی بمیره، داره از گشنگی میمیره، از تشنگی میمیره، اونجا اگر یک حیوان یه چیزی جلوش بیاد اون بکشه، اونو بخوره، کسانی پیدا میشن که نام به حیوانات ظلم کردن. این اشخاص، این انسانهای مؤمن در غزه کشته میشن و بعضی هاشون هم از دفاع میکنن. ولی دفاع کردن نه، شما قاتلی، شما اشتباه کردید. من نشستم توی خونه روی اون صندلیم، روی بالشتم تکیه دارم چای میخورم، لنگم سر لنگمه و نه، حماس نباید این کارو میکرد، اشتباه میکرد. من اینجا نشستم کارشناس دیگه جنگ شدم. برادر من، کسی که در جنگ اونجا ضربه میخوره، اون اگر از خودش دفاع کنه اون اشتباهه. استاد مثل کسانی که الان نشستم، شما توی میدونی
دارید پشت میخورید، حرف این و اون زخم میخورید، زخم به شما میزنن. ولی من که نشستم توی خونه، اگر شما به یکی گفتید که این احمقه، اینجا نشستم آتیش میگیرم، استاد نباید این حرفو میزد. آنجا بیا اول تو داخل میدان 4 تا پشت بخور، 4 تا حرف سخت بشنو، به امهات المؤمنین پشت میدن، اونا رو بشنو. اون وقت تحمل کردی، اون وقت میدونی که استاد چی میگه. یا اونایی که در جنگن اونجا توی غزه، افراد حماس، اونا چی میکشن. استاد اینا من نمیدونم اینا چجوری انسانهایی هستن، چجوری فکر میکنن. 4 تا مطلب در اینترنت یا توی لپتاپشون، توی گوشیشون هست، همینا را میخونن. یه دفعه میشن کارشناس جنگ، یک دفعه میشن کارشناس علوم اقتصادی. این اصلا چی هستن اینا استاد؟ اینا چی هستن؟ استاد اگر میشه سوال قرآنی هم دارم. بفرمایید. در مورد شفاعت، مردم ایران کسانی که بی سوادن حرف این آخوندها را گوش کردن، اینا فکر میکنن که امامان پیش خدا صندلی کنار خدا گذاشته شده، اینا هم کنار خدا نشستن، اونجا هر چیزی که ما از اینجا بگیم اونا میشنون و اونا به خدا میگن. در صورتی که آیه یه چیزی دیگری میگوید، ولی شما در بهتر توضیح بدین ممنون میشم. درست باش، چشم، انشالله حتما در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. زنده باشید. خدا متعال کنم. در این مورد بارها صحبت کردیم که الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم برای ما بیان می کند که الله سبحانه و تعالی هیچ شریکی ندارد و هیچ ذاتی و هیچ شخصی و هیچ امامی و هیچ پیغمبری و هیچ شخصیتی در کنار الله سبحانه و تعالی وجود ندارد که بتوانیم ما به آنها متوسل شویم، از اونها طلب شفاعت بکنیم، از اونها طلب کمک بکنیم. من اتفاقا بارها این آیات رو در برنامه‌های مختلف خدمت دوستان و بینندگان عزیز و گرامی نشون دادم. باز هم انشاءالله در این برنامه بعضی از اینها رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران در اینجا نشون خواهم داد. دوستان اگر این نشون بدن، الله سبحانه و تعالی می فرماید که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله صفات الله سبحانه و تعالی رو، قدرت الله سبحانه و تعالی رو در اینجا بیان میکنه در سوره فاطر آیه 13 که الله شب و روز رو برای شما به وجود میاره، خورشید و ماه رو هر کدوم رو تا زمان مشخصی در حرکت مسخر کرده. این است الله پروردگار شما. فرمانروایی از آن اوست، له الملک، فرمانروایی از آن اوست و آنان که به جز الله، غیر از الله، من دون الله، و بارها گفتیم من دون الله از رسول الله صلی الله علیه و سلم که من دون الله از اشرف مخلوقات شروع میشه تا کوچکترین ذره‌ای که در کائنات وجود داره، همه اینها من دون الله هست. کسانی که من دون الله به جز الله
کسانی رو به فریاد میخوانند، اینها مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. بعد چی میگن؟ میگن امامان ما زنده اند، شهید شدن. خداوند در قرآن گفته که شهدا زنده اند، در پیش پروردگار روزی میخورن. اولا خود همین آیه‌ای که بهش استدلال میکنن در پیش پروردگار روزی میخورن، یعنی عند ربهم، در نزد الله سبحانه و تعالی، نه در روی زمین که سخنان ما و شما را بشنون، دعای ما را بشنون. بعد الله متعال اینا رو میگه که خب به فرض محال شما میگید که میشنون، خب بشنوند. آیه بعدی، آیه 14، این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر بشنوند دعای شما رو، اولا که نمیشنون. این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر شما دعا بکنید، داد بزنید، فریاد بزنید، نمیشنون. ولو سمعوا، حالا شما میگید میشنون، ولو سمعوا، بالفرض که بشنون، مستجابوا لكم، اجابت نمیتونن بکنن. چرا؟ چون الله متعال میگه ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. پس اجابت فقط الله میکنه، غیر از الله هیچ بنده ای نمیتواند اجابت بکند. بعد اینجا که رسید یک دلایل شیطانی میارن. میگه الان مثلا شما میید پیش یک دکتر، میگید دکتر به من شفا بده. نه خیر، ما پیش دکتر نمیریم که دکتر به ما شفا بده. پیش دکتر به عنوان یک وسیله برای شفا میریم، میگیم که دارو به ما بده، ان شاء الله الله سبحانه و تعالی منو شفا میده. چون ما میگیم که شفا به دست الله سبحانه و تعالی است. خیلی از بیمارایی هستن که میرن پیش دکتر، عملا میشن، دارو هم میگیرن، دکتر میگه خلاص خوب شدی، 3 روز بعد میمیره. پس شفا به دست الله سبحانه و تعالی است. دکتر یک انسان زنده حاضری هست که ما به این اسبابی که الله امر کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کردن که اگر مریض شدید دارو بخورید، میرید پیش دکتر، دارو برامون مینویسه. اما توی که یک مرده‌ای که 1400 سال پیش در زیر خاک هست، میری سر، یا اون رو اصلا سر قبرش هم نمیرن، از هر گوشه دنیا یا علی مدد. الله متعال میگه ولو این که اینها صدای شما را بشنون، مستجابوا لكم، شما را اجابت نمی کنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت از این شرک و کفر شما اعلان براءت و بیزاری می کنن. و مثل این در قرآن کریم ما 10 و 100 آیه داریم که ما رو دعوت میکنه به یکتاپرستی، به توحید، و برحذر میداره از شرک و خواستن غیر از الله سبحانه و تعالی. وانگهی همه مسلمانان شیعه و سنی، هر کسی که نماز میخوانه، در هر رکعت نماز با الله سبحانه و تعالی یک عهد و پیمان میبنده. نباید مثل یهود باشیم که عهد و پیمانمون رو فراموش بکنیم، بشکنیم. به الله چه عهد و پیمان میبندیم در هر رکعت نماز؟ میگیم چه شیعه چه سنی، همه مسلمان ها، ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. بعد نمازش که تمام میشه، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، یا علی. تعهد چی شد؟ عهد و پیمان چی شد؟ و مثل این آیات زیادی در قرآن کریم داریم که در این مورد ما رو الله سبحانه و تعالی از شرک برحذر می‌داره. فکر کنم این شاید آخرین تماس برنامه باشه. البته بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی، خدمت شما جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، آیه مبارکه، آیه 6 از سوره مبارکه مائده از شما میخوام که یک تفسیر و مفهوم از این آیه از شما میخوام که بشنوم. مفهوم از این آیه و سوال سلامت باشم شما. و سوال بعد خیلی کوتاه روشنایی بندازیم که امام زمان کیست؟ به عنوان یک جوان اهل سنت میخوام آگاه شم که
امام زمان کیست و من بفهمم. تشکر از شما. زنده باشین. آیه 6 سوره مائده فرمودید، درست است؟ بله. بسیار باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنم انشالله. باشه، تشکر. امام زمان کیست؟ ببینید، در مورد امام زمان ما دو اعتقاد داریم. یک اعتقاد شیعیان است که میگن امام حسن عسکری فرزندی داشته، در خردسالگی، در 4-5 سالگی غیبت صغرا رفته، بعد از مدتی پیش کبرا خانم رفته، یعنی میبخشید غیبت کبرا رفته و همین رفته دیگه تا الان، یعنی شاید 1200 خورده ای سال هست که ایشون در پیش کبرا هستن، در غیبت کبرا هستن و تشریف ندارن. میگن که این امام زمان هست و این امام زمان دنیا رو اداره میکنه. اعتقاد به امام زمان و به 12 امام رکنی از ارکان دین هست در پیش اینها. یعنی شما اگر یکی از این امامان را انکار بکنید، شما مسلمان نیستید، کافر هستید. منکر یکی از این امامان انسان رو از اسلام خارج میکنه. این اعتقادشی است. در نزد اهل سنت چیزی به اسم امامت وجود نداره. نه رکنی از ارکان ایمان است، نه رکنی از ارکان دین هست و اصلا اعتقاد به امام زمان کسی اعتقاد داشته باشه یا اعتقاد نداشته باشه، هیچ خللی در دین و ایمانش وارد نمیکنه. روایت هایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعضی از این روایت ها متواتر است که در آخر زمان از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم، از فرزندان حسن ابن علی، شخصی که اسمش اسم رسول الله است و اسم پدرش اسم پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، محمد ابن عبدالله. این شخص به دنیا می آید و عدل و داد می کند در زمانی که دنیا پر از ظلم و جور شده است. این اعتقاد اهل سنت هست در باره امام زمان. در مورد آیه‌ای که شما فرمودید، من این آیه رو بیارم انشاءالله خدمتتون نشون بدم. دوستان نشون بدن. این آیه است که در مورد وضو هست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ای مؤمنین، چون به نماز برخاستید پس صورت خود را و دستهایتان را تا آرنج بشویید. وامسحوا برؤوسکم و سرهایتان را مسح کنید. و ارجلکم الی الکعبین و پاهایتان را تا قوزک پا یا شتال تا اینجا بشویید. و این کنتم جنوبا فطهروا، و اگر که جنوب بودید یا غسل بر شما واجب شده بود غسل بکنید. و این کنتم مرضى او علی سفر، اگر که مریض بودید یا در سفر بودید. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر که شما در سفر بودید یا مریض بودید و قضای حاجت کردید یا با
همسرانتان هم بستر شدید و آب پیدا نکردید، در اون صورت تیمم بکنید و بعد از اون طریقه تیمم را هم در اینجا بیان می کند. این آیه ای است در مورد وضو. شیعه در اینجا چی میگه؟ میگه که وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح کنید به سرتان و پاهایتان تا اون قوزک پا. در حالی که بر اساس ادبیات زبان عرب در اینجا وامسحوا برؤوسکم، سرهایتان را مسح بکنید، و ارجلکم برمیگرده به کجا؟ به وجوهکم و ایدیکم. بر اساس قواعد زبان عربی است. برمیگرده چی؟ عطف میشه بر وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. نمونه دیگری از این آیه رو ما در قرآن کریم داریم که خدمت شما عزیزان نشون میدیم. ببینید تفسیر ترجمه اهل سنت بر اساس قواعد زبان عربی است. وجوهکم، ایدیکم و ارجلکم. اما ترجمه شیعه از این آیت بر اساس هوای نفس است. الان بر اساس همین ترجمه طبق قواعد زبان عربی اهل سنت ما میریم یک آیه دیگری داریم در قرآن کریم در سوره توبه. بله، الان این آیه رو اینجا رو خدمت شما عزیزان در سوره توبه است، آیه 3. در اینجا میگه که و اذان من الله و رسوله الی الناس، و این اعلام است از طرف کی؟ الله و رسولش، به مردم، یوم الحج الاکبر، در روز حج اکبر، یعنی در روز عید قربان یا در روز عرفه. ان الله، که الله بری است، بری است، من المشرکین و رسوله، که الله بیزار است از مشرکین و از پیامبرش. بر اساس ترجمه شیعه در اونجا که وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، که میگه که بر پا باید مسح کرد، بعد اینجا این آیه رو اینطوری باید ترجمه بکنیم که ان الله، که الله بری است، بیزار هست، من المشرکین، از مشرکین و از پیامبرش. آیا این ترجمه درست است؟ هیچ انسان عاقلی قرآن رو اینطوری ترجمه نمیکنه، چون که بر اساس قواعد زبان عربی ان الله بریء من المشرکین، که الله بیزار است از مشرکین، و رسوله، و رسول الله نیز بیزار است از مشرکین. الان متوجه شدید؟ ترجمه اهل سنت اینطوری میشه که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که الله بیزار است از مشرکین و رسول الله هم بیزار است از مشرکین. ترجمه شیعه طبق اون آیه سوره 6 سوره مائده که اگر بخوایم ترجمه بکنیم میشه که خداوند ان الله بریء من المشرکین، خداوند بیزار است از مشرکین، و رسوله، و از رسول خودش هم بیزار است. والعیاذ بالله. برمیگردیم به آیه 6 سوره مائده. در اینجا چی میگه؟ فغسلوا، بشورید، وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستانتان را و صورتتان را، صورتتان را و دستانتان تا اورنج ها بشورید. وامسحوا برؤوسکم، سرتان را مسح بکنید. و ارجلکم، این ارجلکم عطف میشه به چی؟ فغسلوا. این جز قواعد زبان عربی است که آخوند، احمق، جماعت این چیز رو نمیفهمن. از قرآن بیخبرند، ترجمه و تفسیر قرآن بیخبرند، از قواعد زبان عربی بیخبرند، به خاطر همین این رو نمیفهمند. وقت برنامه به پایان رسیده، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر
همه شما عزیزان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان